روز بخیر دوستان عزیز، هر کجا هستیم و کوشش میکنیم که یک وقت رو غنیمت داریم. دو امام صادق میگفت که بهترین نعمت وقت است. وقت طلا است، اما با طلا وقت رو خریده نمیتوانه. حتی تمام علماها جمع بشوند یک ثانیه رو به قفا گردانیده نمیتوانند. پادشاه همین گونه هوای زیبا بود، برآمد بیرون دربار نشسته بود، همسرش پهلویش بود، همه یاوران. ناگاه یک ماهی قب، یک ماهی زیبای قپیده بود، آهسته آهسته به خانه می‌آمد. پادشاه چشمش رفت دید و گفت که ای ماهی قب، یا که اگر روس میگه ای ریبک، این قدر ماهی زیبا را از کجا قپیدی؟ گفت که خیر قپیدن نمیفروشیش. میگه شاهم هر چی که گوید آورده به شاه تقدیم میکند. شاه میگه که چند تنگه؟ میگه شاهم شما سزاوار هستید که من لایق، حتی من دهان نمی رود به آن نرخی که به آن تنگه که بگویم. خلاص گپ هر قدری که بدید من شکرگزار هستم. پادشاه را خوش میآید از سخنش. میگه 10 تنگه طلاش بدید. 10 تنگه طلا میدین. ماهی قب خرسندانه میرود. ناگاه همسرش میبیند، آماده میگه مردک شاهم و 10 تنگه طلا برای این ماهی قب داده رفت و اگر یک انسانی دیگر، انسانی عادی بیاید برای 10 تنگه تید، شما میدونید قدر یک انسان رو برابر یک ماهی برابر کردید. به نرخ یک ماهی یک انسان رو گفته. همین قدر در گوش پادشاه میزند. بعد میگه چیکار کردن؟ میگه گیرید تنگه ها رو، 1 تنگه بدید بس است، 10 تنگه زیاد است برای یک ماهی. میگه من نمیتونم، من عادل هستم و من گفتم. بعد میگه این طور میکنیم، ماهی قب رو دعوت میکنیم، میگیم که ماهیت نرینه است یا ماده، کدام جنس است؟ اگر نرینه گوید میگیم ما مدینه لازم، اگر مدینه گوید این برعکس. فریاد میکنند، ماهی قب میآید. وقتی پادشاه این طور میگوید که ای ماهی قب، میگوید همین ماهیت کدام جنس است، نرینه است یا مدینه؟ این ماهی قب بسیار زیرک بود، الکی پای میبرد. میگه شاهم در طول 30 سال ماهی قپی هم یکمین بار ماهی قپیدم که جنس ندارد، نه نرینه است و نه مدینه است. میگه این قدر سخن میکند که باز پادشاه را خوش میآید، شرم میدارد از آنی که فریاد کرد. میگوید 40 تنگه دیگرش بده، 40 تنگه طلای دیگر میارند. ناگاه 1 تنگه میافتد. این ماهی قب خم شده همون ماهی را میگیرد، همون تنگه را میگیرد. باز همسرش میبیند، میگوید که دیدی چند قدر خسیس است، بخیل است، حتی این قدر تنگه دادیم، 1 تایی که افتید باز همون رو هم خم شده گرفت. نه اون که یگون دربار، یگون کمبغل، یگون فقیری که اینجا هست خدمتگار گیرد. دیدی چون از باز میزند. فعلی پادشاه میاد، نگه فریاد کنید. باز میاد میگه که همین قدر برای تو دادیم ناشکر، چرا باز همون 1 تنگه افتیده را گرفته؟ باز گفت شاهم وقتی برای من این قدر تنگه طلا داده، من از هوش رفتم، من به خود نبودم. ناگه صدای جرنگاز شد، چشمم افتید که در اون تنگه سیمای شما بود. در زمان پیش پادشاه ها در تنگه رسمای خود رو میزدن. بینم که رسمی شما اون قدر جلا میداد. گفتم که سری من، پای من روی خاک زند، اما سیمای زیبای شما روی خاک نباید باشد. گفته با محبت گرفتم و بوسه کردم و گرفتم شون. بعد این سخن پادشاه چند قبط دیگر گوش نگیرد. بعد میگوید که 50 تنگه طلای دیگرش بدید، 50 تنگه طلا. همگی 100 تنگه طلا. بعد درباریان رو میگوید که ای مردم، این رو به خانهش تا به خانهش برید و صدا زنید تا مردم بفهمد هر کس که گپ زنک را گرفت به همین حالت گرفتار می شود. به این خاطر هر یک قصه به خود یک منشأ دارد. در زندگی بسیار است یا چیزی عادی است که بعضا زنهای ما هم میگن، میگه همسایه فلان ماشین گرفت، چرا ما نمیگیریم؟ همسایه خانه دیگر پوشید. یا موضوع های وسیع است. این بود یک موضوع روز. خود را احتیاط کنید. خداحافظ.